سرخط خبرها در بدن میلیساهای توجیک کامرا یا دوربین نصب میکنند و فعالیت آنها ثبت می شود. در بغداد مسئله بازگردانی تاجیکان از محبس‌های عراق را بررسی کردند و شرکت‌های اینترنت رسانی روسیه با طلب FSB می توانند خدمت رسانی را با مشتری قطع کنند. سلام بینندگان عزیز، تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان می‌کنیم. امروز 11 نوامبر سال 2025 است. مقامات تاجیک در عراق مسئله بازگردانی تاجیکان از زندان‌های این کشور را بررسی کردند. خبرگزاری دولتی خاور روز 10 نوامبر نوشت که در ملاقاتی هیئت تاجیکستان با وزیر عدلیه عراق در بغداد، وضع شهروندان تاجیکستان که در محبس‌های عراق نگهداری می‌شوند و موضوع آوردن آنها به کشور مطرح شده است. هیئت تاجیکستان با رهبری کاتب شورای امنیت یوسف رحمان ضمن این سفر همچنین با پرزیدنت جمهوری عراق عبداللطیف رشید مسئله تحکیم همکاری میان دو کشور در سمت سیاست و امنیت را بررسی کردند. مقامات نگفتند که چه تعداد از شهروندان تاجیکستان در زندان‌های عراق نگهداری می‌شوند، اما ماه فوریه امسال گفته شده بود که 381 نفر را از سوریه و عراق به کشور برگردانیدند و وابسته به امکان آوردن تاجیکان ادامه خواهد کرد. با اطلاع رسمی مقامات تاجیکستان از سال 2014 و بعد از ظهور داعش تقریبا 2000 نفر به صف این سازمان و دیگر گروه‌های تندرو در عراق و سوریه پیوستند. اکثر آنها در جنگ‌ها کشته شده، زن و کودکانشان قسما به تاجیکستان آورده شدند و باقی مانده در زندان‌های عراق و اردوگاه‌های سوریه هستند. محبوسان و سازمان‌های حفظ حقوق بارها از شرایط نگهداری در زندان شکایت کرده بودند. دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه به میلیساهای تاجیک دوربین‌های مخصوص تقدیم کرده است که آن در بدن یا لباس نصب کرده می‌شود. دفتر سازمان امنیت و همکاری در دوشنبه روز 10 نوامبر در سامانه خود خبر داده است که این اقدام در دایره یک لایحه آزمایشی و در همکاری با وزارت کارهای داخله با هدف شفافیت در کار مامورین حفظ حقوق راه اندازی شده است. در حال حاضر به ناظران راه 24 دوربین نواربرداری تقدیم شده است. با این دوربین یا کامراهایی که در بدن نصب کرده می‌شوند، فعالیت کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی یا صحبت و مناسبت آنها با شهروندان ثبت می‌گردد. سازمان امنیت و همکاری اروپا با مامورین پلیس طرز استفاده این دستگاه را هم آموزانیده است. تشبسکاران انتظار دارند که استفاده آن اعتماد جامعه به ساختارهای قدرتی را بیشتر کرده به تامین شفافیت در کار آنها مساعدت خواهد کرد. با اطلاع منبع، نوارهای ثبت شده با هدف آموزش و تفتیش داخلی در این ساختارها استفاده خواهد شد. عاید به پهلوهای حقوقی ثبت نوار از سوی مامورین پلیس چیزی گفته نشده است. شرکت‌های مخابراتی روسیه با ارسال پیامک به مشتریان خبر دادند که پس از بازگشت از خارج کشور آنها یک شبانه روز از اینترنت محروم می‌شوند. شرکت بیلاین در پیام نوشته است که این اقدام با هدف امنیتی انجام می‌شود. برای پورا فعال شدن کار تلفن مشتری باید از تفتیش یا وریفیکاسیا گذرد. در عکس حال 24 ساعت دسترسی به اینترنت محدود می‌شود. مقامات وزارت رشد رقمی و علاقه روسیه گفته است این محدودیت برای حمایت از حمله بی‌سرنشین‌ها مهم است، زیرا به تاکید این نهاد احتمال دارد از سیم کارت ها برای اداره‌کنی یا راهنمایی به سرنشین ها استفاده شود. این نظام به طور آزمایشی از 10 نوامبر شروع می شود. در همین حال در روسیه قانونی را بررسی دارند که در صورت قبولش با طلب FSB یا خدمات امنیتی فدرالی، شرکت های مخابراتی می توانند اینترنت مشتری را قطع کنند. بخش روسی رادیوی آزادی با تکیه بر نشریه ویدمستی نوشته است هدف از این تصمیم حفظ شهروندان و دولت از خطرهای امنیتی است. حالا روشن نیست که در کدام حالت FSB می تواند از شرکت ها چنین طلب کند، اما معمولا اینترنت موبیلی ضمن انجام عملیات ضد تروریستی قطع کرده می شود. هفته گذشته در واشنگتن ملاقات تاریخی پرزیدنت‌های آسیای مرکزی و ایالات متحده آمریکا برگزار شد که به 10 سالگی تأسیس محفل 35-1 بخشیده شد. پرزیدنت دونالد ترامپ بعد این همایش‌ها گفت کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا در حجم 10 میلیارد دلار طرح‌های مشترک تجارتی و سرمایه‌گذاری را به راه می‌مانند. سیدنی کملیگر داف، وکیل مجلس نمایندگان آمریکا و عضو زیرکمیته آسیای جنوبی و مرکزی، یکی از تشبسکاران برگزاری همایش پرزیدنت‌های آسیای مرکزی و دونالد ترامپ میباشد.
در استانه این نشست در صحبت با رادیوی آزادی وی از ضرورت همکاری‌های نزدیک واشنگتن با کشورهای منطقه صحبت کرد. رئیس بخش قزاقی رادیوی آزادی تورقل دوارف از سیدنی کملگرداف از جمله پرسید همکاری‌ها میان ایالات متحده آمریکا و آسیای مرکزی را چگونه ارزیابی می‌کند. باید بگویم که آسیای مرکزی با بعضی کشورهای هممرز است که ایالات متحده آمریکا با آنها بیشتر از دیگر دولت‌ها مشکل دارد. این روسیه، چین، ایران و افغانستان و همین چیز نقش مهمی را که کشورهای آسیای مرکزی در همکاری با ایالات متحده آمریکا اجرا می‌کنند تاکید می‌کند. از این رو مهم است که ما بتوانیم این همکاری و شریکی را با کشورهای آسیای مرکزی عمیق‌تر بکنیم. بررسی راه‌های نوی تجارت مهم است. کاهش دادن سهم روسیه در اقتصاد منطقه مهم است. مهم است که ما درباره اهمیت استقلالیت ملی صحبت کنیم. ادامه دستگیری زنان و دختران در افغانستان که تحت تهدید طالبان می باشند مهم است. ادامه پشتیبانی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی و فشار برای ثبت نام ژورنالیستان مهم است. ما می‌دانیم که شفافیت و به جوابگری کشیدن و مبارزه بردن مطبوعات ضد تبلیغاتی که از دیگر کشورها می‌آید فوق‌العاده مهم است. سوال دیگر از سیدنی کملگرداف این بود که در استانه همایش چند سازمان حامی حقوق انسان از کاخ سفید از جمله خواستند که در میان مسائل مهم دیگر در همایش 35 جمعیت مسائل حقوق انسان را هم فراموش نکند. چگونه آمریکا توازن میان منفعت‌های اقتصادی و امنیتی خود و عهده‌داری‌هایش در رابطه با دستگیری آزادی‌های دموکراتی را در منطقه رعایت خواهد کرد؟ سوال خوب است. همان گونه که همگرایی ژورنالیستی اهمیت دارد، برنامه‌های معرفتی و فرهنگی فوق‌العاده مهم است و ما هم دستگیری این ساحه‌ها را ادامه می‌دهیم و من هم سر این مسائل تمرکز می‌کنم و اینچنین اوید به مسائل حقوق انسان، حقوق مهنت و غیره. من از آن عمیقاً ناراحت شدم که مأموریت ترامپ نقش گزارش سالانه حقوق انسان را خیلی پایین آورد. به باور من این یک وسیله مهم مکالمه مثل این است که حالا ما پیش می‌بریم. برای من طوری گفتم مسائل زنان بسیار نزدیک است. من در هر ملاقات مسائل زنان و دختران افغان تحت تهدید طالبان را در هر نشستی که هستم مطرح میکنم. همین گونه در رابطه با آزادی‌های دینی، آزادی‌های کاری، حقوق انسان و آزادی‌ها صحبت‌ها را ادامه میدهم. این همان چیزهایی است که ما باید درباره‌شان صحبت کنیم، پیگیری کنیم و راه‌هایی را پیدا کنیم که همکاری بیشتر داشته باشد تا که همه مردم در وطنشان و هم به هنگام سفرهای خارجی خود را آزاد حس کنند. پاره از صحبت اختصاصی رادیوی آزادی را با عضو زیرکمیته آسیای جنوبی و مرکزی مجلس نمایندگان آمریکا سیدنی کملگرداف می‌دیدید. در 9 ماه سال روان استحصال سیمن در تاجیکستان زیاد شده است. بنا به اطلاع آژانسی آمار در این دوره در کشور زیاده از 3 میلیون تن سیمن تولید شده است که این به فرق از 9 ماه سال گذشته بیش از 500,000 تن یا قریب 16% زیاد بوده است. افزایش استحصال سیمن در حالی است که صادرات این محصولات به بازار ازبکستان هم مشکل شده است. حالا مقامات گمرک این کشور برای واردات هر تن سیمنت از تاجیکستان $300 طلب می‌کنند. پیشتر آن همگی $35 بود. با وجود افزایش استحصالات و کم شدن صادرات به خارج، نرخ یک خلط سیمنت در بازارهای مصالح ساختمانی تاجیکستان با 55 سومانی برابر است. چون معمول در این قسمت برنامه بخش یک روزی تاریخ را می‌بینیم، خیرامان بقازاده مهمترین تحولات تاریخی در روز 11 نوامبر را خلاصه کرده است. 11 نوامبر سال 2012 با ابتکار دانشمند تاجیک پروفسور ابراهیم عثمان بنیاد مکالمه تمدن‌ها تأسیس شد. این سازمان اجتماعی با ارزیابی و تحقیق تاریخ زمان استقلالیت تاجیکستان مشغول است. خود ابراهیم عثمانوف مهمترین شخصیت‌های تصمیم گیرنده دور را به صحبت آشکارای سیاسی می‌کشد.
11 ноябри соли 2007 нахустин бор дар як пажӯҳиши вижаи байналмилалӣ вазъи занон дар тоҷикистон дар гузориши тафовутҳои ҷинсиятӣ таҳқиқ шуд. ин таҳқиқот маълум намуд ки дар тоҷикистон ба ҳисоби миёна духтарон дар 21-солагӣ хонадор шуда то 3-4 фарзанд ба дунё меоранд. занҳои тоҷикистон бештар дар риштаҳои иқтисодӣ фаъоланду дар корҳои сиёсӣ камтар ба назар мерасанд. гузоришҳо кист ки захоири меҳнатии бозори тоҷикистон аз 50% занҳо ва 66% мардҳо иборат мебошад, дар ҳоле ки даромади мардҳо ба ҳисоби миёна 2 баробар бештар назар ба даромади занҳо будааст. 11 ноябри соли 1956 нависандаи тоҷик Марьямбонуи Фарғонӣ таваллуд шудааст. ин рӯзноманигор ва адиби зодаи вилояти Фарғона яке аз ҳомиёни фаъоли ҳуввияти милливу фарҳангии тоҷикон буд ва солҳои гуногун дар нашрияҳои Паёми Душанбе ва Садои мардум кор карда китобҳояш Хуморшикан ва Таманноро чоп кардааст. модари хабарнигори маъруф Маҳпора Киромова мебошад. субҳи имрӯз дар бархе аз бонкҳои тиҷоратии тоҷикистон $100 амрикоӣ ба 918-920 сомонӣ баробар аст. 1000 рубли русӣ имрӯз 113-115 сомонӣ арзиш дорад. қурби расмии арзро Бонки Миллии Тоҷикистон барои имрӯз 11 ноябр чунин таъин кардааст. бинандагони азиз, ташаккур ки то ин лаҳзаи барнома моро ҳамроҳӣ кардед. хабару гузоришҳои дигарро дар сомонаи озодӣ.орг ё саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бубинед. ё агар шумо ҳам ягон пешниҳод ё хабару гуфтание доред, ба мо нависед. то мулоқоти дигар, хайр.